در روزگاری که تمام دنیا به سمت پیشرفت ارتباطات میرفت، فینیتو با تدابیر کدخدا 4 نعل به سمت عصر حجر برمیگشت. ای بابا چی شد؟ چرا وصل نمیشه؟ چی شد؟ چرا وصل نمیشه؟ بابا عجب داستانی داریم از دستین آقا، چرا وصل آی نمیشه؟ مردم فینیتو، تمام بدبختی های روستای ما به خاطر فضای مجازیه. این جانور چموش به جان جوانان ما افتاده و آنها را از آرمانهای کدخدا دور کرده است. باعث بروز سیل و گرانی در مملکت ما شده. پس برای دور کردن این بلاها آنها را فیلتر می کنیم. وای اگر کدخدا حکم ریپورتم دهد. وای اگر کدخدا اینطور بود که موزیانه تور فیلترینگ رو پهن کرد، ولی از ترس شورش اهالی اینسار باز گذاشت. بذار ببینم فالوورام از 500K گذشته یا نه. پس چرا پیجم باز نشدندی؟ کدخدا بیا توی دایرکت یه پی ام بده. بذار ببینم پیج من کجا رفته. اینم که همش ارور میده. کدخدا آقا مثل این که تروریست شدن قالقال کار دستمون داده، دارن پیجامون رو یکی یکی میبندن. چه غلط ها. چطور به خودشون اجازه میدن که حسابهای مقامات صلحجو و دموکرات فینیتو رو ببندن؟ این نشون میده که همه ادعاهای دشمن در مورد آزادی بیان کشک و پوشاله. اگه قرار باشه ما رو راه ندن، اینستاشون رو هم فیلتر میکنیم اندی. نه که تو تا به حال خیلی مدافع آزادی بیان بودی؟ حتما اون موقع هم که بمب میترکوندی تو روستای همسایه میخواستی واسه شون صلح بیاری. حالا یکم بچش که مردم چی کشیدن.